سلام به شما دوستان عزیز، به چنل ما خیلی خوش آمدید. امروز آمدم درباره یک خودروی جهان یعنی خودروی مرسدس بنز برای شما تعریف کنم. پس اگه میخواید درباره ویژگی‌های این خودرو با خبر بشین، خوشحال میشم تا آخر ویدیو با من همراه باشین. بریم سراغ ویدیو. بنز AQS. بنز AQS یکی از بهترین خودروهای الکترونیکی در گروه خودروسازی بنز است. این خودرو از یک موتور الکترونیکی استفاده می‌کند که یکی از بهترین خودروهای الکترونیکی در جهان قرار گرفته است. سالهاست که بنز صدرنشین بهترین خودروهای لوکس و پرقدرت قرار گرفته است و با طراحی شگفت‌انگیز تونسته طرفداران بسیاری را جذب خودش کند. این مدل خودروها از دو نسخه وارد بازارها میشن. نسخه اول بنز AQS 450 هست که دارای یک منبع ذخیره در روی اکسل عقب هست که حدود 316 اسب بخار قدرت تولید می کند و دارای دو چرخ متحرک است. نسخه دیگر بنز AQS 580 هست که در بهترین خودروهای جهان قرار گرفته است. همچنین این خودرو قدرت بسیار بالاتری نسبت به نسخه قبلی دارد که دارای 4 چرخ متحرک است. این مدل خودرو دارای یک باتری بسیار قوی و دو موتور قوی هست که حدود 516 اسب بخار قدرت تولید می کند. علاوه بر آن هر شتابش 4 ثانیه دارد که شتاب آن از 0 کیلومتر تا 100 کیلومتر برسد. خوبه که بدونید با یک شارژ کامل موتور مرسدس بنز میتونید تا 770 کیلومتر مسافت رو طی کنید که نسبت به خودروهای الکترونیکی جهان بی سابقه است. خیلی‌ها فکر کن 770 کیلومتر میتونید مسیر رو طی کنید با یک شارژ کامل مرسدس بنز. به همین دلیل شده که خودروی مرسدس بنز یکی از بهترین خودروهای جهان قرار گرفته است. خب دوستان، این مطالبی بود که درباره خودروی مرسدس بنز AQS براتون شرح دادم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این مدل ویدیو خوشتون میاد، این زیر بهم پیام بدین تا درباره این مدل موضوع تحقیق کنم و برای شما ویدیو تولید کنم تا شما خوشتون بیاد. پس کامنت فراموش نشه. تا یک ویدیو دیگه شما رو با خدای خوب مهربان میسپارم. بدرود.